یک ماه می شود که از ساعت 17 بگاه تا 2 شب در رگستان بازار مرکزی پنجشنبه دهقانان محصولات خویش را به فروش می آورند. با گفته آنها نرخ نسبت به سودای روزانه که سوداگران می فروشند ارزان می باشد، اما هنگامی پرسجو معین گردید که اکثریت بانام دهقانان در اصل سوداگران خود بازار بوده دهقان کم به نظر می رسد. این فروشندگان سودای شبانه را نیز به روز افضل‌تر می دانند. ما شبانه بهتر سیاه نمیشیم، آفتاب نمیزنه. نرخ چه خیلی نرخ؟ نرخ ارزانی امسال شفتالو نمیخرد. امسال همه شفتالو سیغل دید ولی شفتالو میخرد. 8 سوم، 12 سوم بود، 10 سوم بود. ارزانه 6 سوم. امسال 3 سوم، 4 سوم. ریخت خورفت نورش میخرده. نداشتن نقاب طبی و رعایت نشدن مسافه اجتماعی کیهاست که برای خریداران و فروشندگان این موضع بازار بیگانه گشته است. آنها سرگرم خرید و فروش شده گاهی بیخبر میمانند که برای رعایت نشدن معیار و طلبات طبی و سانیتری از جمله نداشتن نقاب طبی از 116 سومانی تا 290 سومانی جریمه بندی میشوند. با وجود بردن کارهای تشویقاتی و فهماندهی به خاطر پیشگیری از کووید 19 باز هم مسئله پوشیدن نقاب طبی برای اکثر شهروندان معما است. گویا سلامتی آنها دویم درجه باشد، پروای از چاره‌های احتیاطی ندارند. در نشست خبری سود ولایت سوغد نیز نمایندگان این نهاد به قرارهای عمل کننده وابسته به این مسئله روشنی انداختند. قید کردند که برای در شرایط پیدایش و پنهانی بیماری که برای انسان خوفناک است، یعنی که هنگام عملی گردانی چاره‌های محدود کننده کرانتینی در جاهای جمعیتی برخلاف طلبات مخصوص مقام وکالتدار دولتی در ساحه تندرستی بی‌نقاب قرار داشتن و جزا پیش بینی کرده است از 2 نشان دهنده تا 5 نشان دهنده. یک نشان دهنده ما اگر 58 سومانی باشد بعد حساب کردم میره 2 نشان دهندهش 116 میشد. از قبول قرار چند ماه سپری گشته باشد هم اما هنگامی پرسش افکار جامعه اکثریت فروشندگان و خریداران بازار از بیخبری خود اوید به آن هشدار میدادند. بعضی شهروندان از پرسش سر راهی ما سرکشی میکردند و دیگر به پوشیدن نقاب طبی سرگرم سودا سومی باشد دعوای بی نقابی و از شرایط موجوده استفاده کردنش را پیش می آورد. باز قرار قبول شده که میدانید برای نداشتن ماسک جریمه پیشنهاد میکنن. نه شما هم قرار رو میدانید تا چه جریمه پیشنهاد شده شما میدونید تا جریمه‌اش نمیدونیم چه جریمه شب ویروس ها میرن جریمه پیشنهاد شده که میدانید نمیدونید جریمه پیشنهاد شده که نمیدونید تا خبراتون نه نه دورتون از ماسک جریمه هم پیشنهاد شده. حتی شما میدونید برای همینجا خطرناک بودگی تانه شما هم شما آب میفروشید گذاشتن این به واسطه یک انسان ممکنه میدونید قرار قبول شده که میدونید حال نمیدونید چقدر جریمه پیشنهاد شده برای نداشتن ماسک جریمه هم پیشنهاد شده که میدونید خاله جان برای نداشتن ماسک جریمه پیشنهاد شده که میدونید سبب به ماسک گشتن تو چیه؟ اینجا رگستان بازار کلانترین ولایت پنجشنبه است و در اینجا نه مسافر رعایت می‌گردد و نه قاعده های بهداشت سلامتی، در حالی که با واسطه SMS پیامک همه روز از وزارت تندرستی جمهوری تاجیکستان بهره سلامتی اهالی با تلفن موبیلی آگاهی می‌آید تا هر یک کس مسافر را رعایت نموده جان خود و نزدیکان را در خطر نگذارند. همه روز از طرف مقامات دخلدار تشویقات و ترغیبات اوید به پیشگیری کرونا ویروس در کشور گذرانیده شده بهره سالمی مردم چاره‌های ضروری دیده می شود، اما حالت بازار تشویش‌آور به حساب رفته سبب افزایش و اوج بیماری کرونا ویروس شدنش از احتمال دور نیست. مسئله دیگر این فروش موادهای خوراکه در صحن کلان نزد فواری رگستان می باشد. خوراک‌های آشی پلو و ششلیک، قیمه کباب و دیگر طعام‌ها به استعمال کنندگان پیشنهاد می شود. در این نقطه‌های خوراکی عموم گرچند لوازمات‌های یک کرته استفاده شود هم جوابگو به طلبات سانیتری و گیگینی نمی باشد. اینجا به نشستگیتون چی؟ یک 5-6 نفر همینجا که برای شما اویله بیشه باز همینجا برای شما است قاعده سانیتری نظر شما با
و حرکت کده تداس کنه تو همه دستخانه میگو همه خوشی میگو. дар воситаи ахбори омма хабари авҷи дуюми бемории коронавирус дар давлатҳои аврупо ва ҳамсоя кишварҳо садо медиҳад, аммо беаҳамиятиву нигоҳи хунукназарона дар шароити пандемия оқибати хуб надорад, наворе ки сабт шуд тасдиқи гуфтаҳои болоист. қазоват аз шумост баҳри саломатии худ ва наздикон аз хона набароед, дар ҳолатҳои зарурӣ бо ниқоб баромада аз рафтан ба ҷойҳои серодам худдорӣ намоед, зеро нигоҳ доштани саломатии омма дар дасти ҳар як шахс аст. гузориши Саид Мухтори Саиданвар, Насимҷон Раҳимов барои барномаи иттилоотӣ Хабар.